تلگرام کانال شد یک پایگاه خبری به مقامات حفظ حقوق روسیه نزدیک روز 24 فوریه سال 2024 با تکیه به منابع خود خبر داد که معلومات بر دروغ یک زوده تاجیکستان درباره وجود بمب و آمادگی به حمله تروریستی باعث 6 ساعت در فرودگاه پولکو شهر سنت پترزبورگ روسیه نگاه داشتن هواپیمای شرکت اورالسکی اویالینی شده است. این هواپیما باید به خوجند تاجیکستان پرواز میکرد، ولی مرد تاجیک برای اون که مانع به تاجیکستان رفتن همسر از وی قهر کردهش شود خبر داده است که گویا در جامدان همسر حامله او بمب گذاشتند. بنا به اطلاع شد ساعت قریب 2 شب 24 فوریه به فرودگاه پولکو یک مرد 30 ساله زنگ زده به کارمندان مرکز معلوماتی فرودگاه خبر داده است که در جامدان همسر او که به خوجند پرواز کرده ایستاده است مواد مشکوک گذاشته شده است و گویا به حمله تروریستی تیار دیده ایستادند. در پی این زنگ اضطراب‌آور همه 148 مسافر و 9 عضو اکیپاژ را از هواپیما بیرون آورده داخل هواپیما و تمام بغاج مسافران یک به یک با کمک سگ‌های بوگیر تفتیش کردند، ولی یگان چیز شبهه برانگیز پیدا نکردند. همسر حامله آن مرد به کارمندان فرودگاه گفته است که 1 ساعت پیش از پرواز تلفنی با شوهرش مناقشه کرده بود. او به شوهرش گفته است که به تاجیکستان پیش پدر و مادرش برمیگردد، ولی شوهرش از این به قهر آمده داد و فریاد برداشته است و گفته است که هیچ کجا نخواهد رفت. در نتیجه پرواز شرکت هواپیمایی اورالسکی اویالینی را در فرودگاه 6 ساعت نگاه داشته به مسافران خوراک و آب دادند. تقریبا ساعت 8 صبح بعد عوض کردن اکیپاژ هواپیما بالاخره به خوجند پرواز کرد. خبر داده شد درباره اینکه آیا همسر این تروریست تلفنی نیز به تاجیکستان برگشت یا نه در خبر شد چیزی گفته نشده است. بنا به اطلاع این تلگرام کانال مردی را که درباره وجود بمب در جامدان همسرش خبر بر دروغ داده بود تا حال جستجو دارند. به او بر اساس ماده 207 کودکس جنایتی روسیه برای دیده و دانسته دادن معلومات بر دروغ درباره حمله تروریستی همچون جزا و جریمه به اندازه تا 700,000 روبل و یا تا 5 سال زندان تهدید میکند. بر علاوه او باید همچنین ضرر از این عمل او رسیده به شرکت هواپیمایی اورالسکی اویالینی و فرودگاه پولکو نیز جبران کند که آن میتواند $10,000 را تشکیل دهد. در همین حال پایگاه خبری فانتانکا نوشت که این حادثه را در شرکت اورالسکی اویالینی تصدیق کردند. فانتانکا همچنین معلوم کرده است که نام تروریست تلفنی رفیق بوده است.